در قلب شهر قندهار یکی از بزرگترین موزیم‌های کشور ساخته شده است. در اینجا هر اثر داستانی در دل دارد. هر شی راز را و هر نمایشگاه روایتگری بخشی از تاریخ است. در این موزیم آثاری به نمایش گذاشته شده است که قدمت تعداد آن حتی نزدیک به 5000 سال می رسد. از آثار عصر برنز گرفته تا میراث دوره‌های یونان باختری، کوشانی‌ها، اسلامی، معاصر، آثار هنری و فرهنگی و دوره‌های دیگر. در موزیم ولایت قندهار کارها بسیار به گونه اساسی انجام شده. هزاران قلم آثار تاریخی، شناسایی، تشخیص، ثبت راجستر، عکسبرداری، مستندسازی، ترمیم و وقایع گردیده. ما بر علاوه از این تعمیر موزیم ولایت قندهار را به گونه اساسی ترمیم کردیم که در این تعمیر روی ایجاد نمایشگاه‌ها، بخش‌های لابراتوار، بخش‌های عکاسی، کمره‌های امنیتی ایجاد شده و ما در روزهای نزدیک شاهد افتتاح این موزیم خواهد بودیم و علاقمندان میراث‌های فرهنگی میتونن بیایند در این موزیم با داشته‌های تاریخی و فرهنگی خویش آشنایی پیدا کنند. اینجا هر اثر باستانی سفر شگفت‌انگیز در دل تاریخ است. سفری که شما را با ریشه‌های تمدنی، فرهنگی و هنری یک سرزمین آشنا می‌سازد.